استاد بسیار وقتها شنیده می شود که نوردین کبیری یک تاجر است تا اینکه یک سیاستمدار باشد. از نگاه خودتان شما یک تاجر هستید یا یک سیاستمدار؟ من سیاستمدارم. ببینید من در پهلوی سیاستمداری به تجارت هم مشغول بودم، به علم هم مشغولم، به زیاد مطالعه میکنم. مثلا تاریخ و زبان ها رو دوست می‌دارم. حالا هم مثلا هر روزانه باشد هفته 2-3 درسی زبان می‌آموزم. و خیلی مشغولیت‌های زیاد دارم. ورزش رو مشغولم، دوست می‌دارم. اما با اون حدی که من به سیاست مشغولم به هیچ کدوم از اینا مشغول نیستم و ولی اینا همیشه با من هستند. و من همیشه با تجارت بودم یا انیخترش تجارت همیشه با من بود. از سین دانشجویی من عادت کردم که از حتی در زمان مکتب بچگی من اولین بار پول شخصی خودم را کار کردم. از دیها دلانه میچیندم، رحمتی مادرم حمل میکرد، من میآوردم در بازار شهری ارجنکیزآباد، یعنی بازار میگفتن اون وقت و حالا وحدت شد، در اونجا میفروختم و برمیگشتم. یادم هست که اولین پولی به دست آوردم برای رحمتی مادرم چنگ قوز می نواخت، یک اسباب موسیقی قدیمی بود، خیلی زیبا می نواخت و شکست داد. براش از همون چنگ قوز خریدم و با بعضی چیزهای دیگر برای خودم یک رفی کتاب برای کتاب‌هایم. این اولین درآمدم بود که شاید 12-13 ساله بودم. در سالهای تحصیل در تکنیکوم و دانشگاه در اکادمی همیشه من با تجارتی نه در پهلوی درس مشغول بودم، چون نظرم این بود که یک انسان باید تلاش کند از لحاظ مالیوی مستقل باشد و چون گاه وابستگی مالی، احتیاج مالی آدم را میتواند ضعیف کند و وابسته بگرداند، بخصوص رهبری سیاسی را. دست یک رهبری سیاسی، یک شخصی که میخواد مستقل باشد باید یا خودش از لحاظ مالی خیلی مستقل باشد یا به مثلا دیوگن اونقدر بی‌نیاز باشد از زندگی مادی که دیگر به هیچ کسی احتیاج نداشته باشد. در درون یک باچکه بود، در درون یک سبد زندگی میکرد، فیلسوف یونانی، و به هیچ کسی احتیاج نداشت. اما ما که انسانی عادی هستیم نیازهایی داریم. من تلاش کردم که دیگر از لحاظ مادی مستقل باشم، اما هیچ وقت تجارت را و حتی دیگر جنبه‌های زندگیم را به سیاست ترجیح ندادم، چون حالا زندگیم هم خیلی شکل گرفت که من اول سیاستمدار هستم بعد دیگر چیز. ولی خیلی ها میشنوم که میگن که این تاجر است. بله من تجارت کردم و خدا را شکر. بعد یک نکته هم یادتون نرود که من تا اومدم به سیاست کلان، یعنی سیاست کلان چی؟ من سال 2005 دپوتاتی مجلس نمایندگان شدم و سال 2006 رئیس حزب نهضت. یعنی تا اون وقت من دیگر یک سیاستمدار قطاری بودم که حالا نه به اصطلاح بودجه حزب در اختیاری من بود و نه کارمند دولت بودم. تا اون وقت من الکی میلیونر بودم، یعنی پولم رو اون وقت کار کرده بودم تا وقتی که به سیاست کلان بیام. معمولا سیاستمداران وقتی که به سیاست میان بعد بای میشوند، بعد پولدار میشوند. حالا نام نگیریم چون صحبت همون صحبت غیر رسمی و سیاسی نیست، ولی من قبل از آن که به سیاست کلان بیام دیگر پولدار بودم و عجیبش این است که حکومت چقدر تلاش کرد که همین مسئله رو جستجو کند و همچون نقطه ضعف من معرفی کند که حالا این مثلا دست به فساد و کروپسیون و دزدی اموال و اینا زد شد که پولدار شد و چقدر که گفتن در این مسئله هیچ پیدا نکردن و گاها میگن که مثلا فلان بیمارستان ناحیه رودکی رو خرید و فروخت و فلان کرد. نه، اینا همش دروغ است. من شاید در اونجا باز اگر لازم شاید بگم من اون رو از خود حکومت خریدم و باز فروختم. تقریبا یک سالم نگذشت باز همون طرفداران حکومت اومدن و اونو فروختم رفت دیگر و نه اون رو کار کردم نه اصلا درآمدم نگرفتم از اونجا. اما بعد از اون که من به سیاست کلان وارد شدم دیگر
تقریبا بایگری هم دیگر زیاد هم نشد، در اون ساعت ایستاد. اما من همش رو با حکومت پیشنهاد کردم. وقتی که دپوتات شدم سال 2005 دکلراسیون پر کردم، تمام بایگری هم رو چقدر پول دارم، چقدر مالکیت دارم، از کجا گرفتم، با حکومت پیشنهاد کردم، سنجیدن و بعد اومدن به نزد من گفتن که چرا این همه رو دکلراسیون کردی، نشان دادی. دیگران مثلا 3 وزیر همراهت کار میکند، اینا یک ژیگولی کهنه نوشتن، یک دو خانگی، دیگر هیچ نشان ندادن در دکلراسیون. حتی رحمان سپارش داده است برای رئیس مجلس نمایندگان خیرالله، خود خیرالله به من گفت که هیئت فرستادن که سنجش کند که این پول رو از کجا پیدا کرده است. وقتی که از پلیس بود، به فکر کنم یک ژورنال وبزونه یک مقاله نشر کرد، سامی باگاتی دپوتات، ثروتمندترین دپوتات تاجیکستان، و حکومت فرستاده است رحمانوف که بسنجد که پول داشته است، اینقدر دکلراسیون کرده است. اومدن سنجیدن، گفتم بله همش قانونی است دیگه، تا دپوتات شدن تام کار کرده و همین تمام رفتن دیگه. ولی بعد از اون که من از کشور خارج شدم، این حرفا رو زیاد دیگر دامن میزنن که تجارت داشت. بله تجارت داشتم، پنهان هم نکردم و هنوزم پنهان نمیکنم. اگر حالا فرصت پیدا کنم و باز تجارت کنم چرا نکنم و در فکرش هستم. و یک انسان، امام اعظم تاجر بود و تجارت داشت. تمام کسانی که میخواستن از حکومت ها، از دولت ها مستقل باشن، اینا منبع درآمد داشتن. چرا یک سیاستمدار تاجیک یا باید مطیع حکومت باشد یا گرانت های خارجی را بگیرد یا که نمیدونم از هر جا پول بطلبد تا اینکه سیاستش رو پیش برد، مگر بعد است که خودش از لحاظ مالی مستقل باشد، حداقل زندگی شخصی خودش رو ببرد، تا اینکه حالا برای فعالیت سیاسیش هم اگر از کجای مبلغ گرفت از حقی از مردم طرفداران از هر جا باشد، ولی زندگی شخصی خودش رو حداقل با پول خودش بچرخاند و از این متهمی و وابستگی برهد.